ها چه کاره؟ کباب گیری؟ کباب گیری؟ نه؟ چه کاره؟ چرا میخنده؟ چرا میخندی؟ شما ما جان چله بر بزنیم. چرا میخندی؟ من به خود خونه خندم. چه به خود میخندی؟ کی؟ من برات گولی میده میگردم. خب چی؟ برات گولی میده. و چه میخندی با؟ خب گولی میده نخوره من خنده میگیره. خب مال مسخره میکنی؟ نه خدا نکنه ماما جان. دست نده باید نکنه. میبینیم ماما. ها تو 4 تا میبینیم ها. شما ماما عقلی بکنیم کنیم ماما. و تو مربوط نمیشه که کجایم. من رد مردیم. چه کاره؟ من ردمست شدم. ردمست؟ از ایران آمدم. چند سال به ایران بدین؟ هرچی که بدون یا 10 سال 15 سال 20 سال 10 روز 5 روز کار داریم. نه ما گفتم شما اگه به ایران برین شاید شما نیم ساعت بیشتر به ایران نمونید. چرا؟ شما زود رد میکنن. خب اویت رد نمیکنن که بگم شما افغانی. خب منطقه نمیشناسم ایرانی ها که شما چون تیپ شما به افغانی نمیخوره. بله یا تیپ ما به ایرانی نمیخوره. شما رو وقت ایرانی ها ببینم میگم البته اینا گردباد آورده. میگو کسی نیست رو پرتون کنه. چند تخته کم داری؟ من جا شما خیلی 120 تخته. پس برو دم نجاری. پول معرفی چه کار کنه کدوم؟ پول معرفی نوردین. چه پول معرفی کنم؟ بیکار موندم. برو که کار کن. خب برو. برو. ماما جان من با خود خو میخندم. من میگم برو دیگه. گولی میده نخور من خنده میگیره. برو تک دست بخور برو. تو دیگه شرم آیا نداری. تو دیگه اسکولی بکر کلگنده. کله شما که فقط جایزیه. بیا که بریم با مزار ملا محمد جان اندر مزار سخی گوشای مردم. کجی کجا میری؟ میرم با باغچه خوب. میرم با باغچه خوب. با باغچه خوب؟ تو بیا برین سکن اینجا یک مرتکه که انتیکیه. کینه؟ مچون نه بابا نمیشنیسی؟ نه پیشیدی کینی ماما معرفی کن. تو بیا برین تو بیا بده تیخیه. بیا واسه کلی تو پیدا شو. بله بابا گیل کچر چیه؟ توی نمیشنسی؟ نه گزانه بابا. آخه این دوماد این خصوص رمزون شوامه شوامه تونه؟ دوماد رای خصوص رمزون دوماد عدیله. رمزون ناینای؟ رمزون ناینای دوماد عدیله. این خصوص رمزون از 17 سال میشه به ایران ایدالی بگیرید در ردمت کنم. گفتم برو تو از جمله نفیس کشورمونی برو با کنکبات بیای. بگیریم برو. ما گفتم من به سیل آورده. بابا گفتم تو کی میگی بیا بریم. چی تو آدمی مثل که انتیکی سکو لباسای رخته. بابا این نیست با عمر خوب شهرهای ایران تیر کرده با تا شهرهای ایران. با؟ ماما شهرهای ایران؟ دیونه ماما شهر ماما تو اول لگی شوام میمنه. گپی گفتم یعنی شوام میمنه. آها گپی شوام میتون کجا بدین کاکا خصوص؟ تو میره تا زمینه چرخه دق شدم گفتم برو این چرخه رو خوبه دیگه میگم ما این کاکا خسارمی استایل خود تغییر دیم. لباسا افغانی لباسا راحته با برخو کنم. فکر کنم این لباسا برخو من راحت نیست.
خوبه دیگه بودم راحتون هستم دیگه مدام چیکار کنیم؟ بکن خصوصی کنیم اگر لباسامو بعد شما نمیشونه لباسا شما مد برال مست به اندازه بعد شما نه بیری کنیم این لباسا آینکا لباسا اینا رو بیری کنیم بگذاریم مردم تعدیم و سی میکنن به طرف شما مردم میگن که فلانی خسور بیامده 4-5 روز میشه امی استایل و امی سرکله که به ایران دشم اینجا هم لباسا خود بیری نمیکنیم بفهمید که خصوص بازم اگر از تو شما مد برای من راحت نیم به شما برم تکه بس کنم پیار کنم همین لباسا رو بالاخره بیری کنیم ما برخورد ای کاکم صبح میتونه که میامد یک بیعقل نافهمی بگم چی بگم پیران دورنگ هم ده شما مد دل که مر مسخره کن یک سال میشنی پیران دورنگ ده؟ او پیران یک رنگ جمان یک رنگ کاله بید مثل ما و شما او همی تو سر ترشیده بود اسمالم به کماله گیلگیونه بیده کی؟ گیلگیونه عربی گیله نیم ما کاکا خصوص من که به شما میگم رختار و عبر که بیری کنیم لباس افغانی و برد کنیم به خاطر امی مردم ده ما که هسته آدم ها و شیار که شما رو ببینم به شما تانی و تبرقه یا پیشکی یا پشت سر شما میگن او که گیلگیونه از او گیله نیه چه پات همه رو بزنم گفتم برو الله برای چا کنم شما رو مسخره نکرد بریم بغسی و نباشیم دلتنگ شدیم به خونه بریم برای وقت سر سرها به خوب بگردیم کجا بخیر؟ میرم کانی سویس بیارم گوسفندا. چی عجب کام سفانیه که به تو بدید کنم که تو امروز فرقونه بدی چی میره به گوسفندا علف بیاری بعضم صبح بیام یکسر هم ایوانو بر راست میکشیدم کسی به پیشون علف نیاد میگفتم باشه برم کانی سویس بیارم من. خب به گوسفندا علف بیاری پیش گوسالم او بدیشتی یاد مبرک میگم تو هیچ وقت بیاد تو کاری نمیاد مگر من تکرار کنم در دفعه باشه علف که ببرنم میرم پیش یاوام میشورم علف که ببردی سه کتی یک کار کن برو به سرا رمضان اینا بفهمیدی برو به سرا رمضان اینا بگو لالا گفته که امشب تو مادر تو خسرو تو بخونه ما میمونه بخونه ما میمونه خوبه باشه بفهمیدی بگو مادر خورم وردار خسرو خورم وردار بخدم بیایم بخونه ما بیایم خودی هم اختلاط میکنی خوبه باشه ولی ما برم علف بیارم ببرم ها دیگه پس ما برم علف بیارم خوبه لالا زودی بری دیگه کنه وقت نشه خب سکا بچه چی میگو؟ بله اونجا که رفتی اگه میشه بچه خالم رمضان دلیل و دلایل آورد که نمیشه حالا ما نمیاییم به خاطر از اینکه خسور را مرز کردم به مو خاطر ما گفتم بگو حتمی مگه عرب خزیم بیاییم بفهمیدی؟ خوبه قربان دم دروازه‌میشم یار من زیبای من روزی مرده و دراج بکن اگه بله بکن شیر حیات مبرا غلط شد میگم سرکله ده 15 اگه نیسته که سایه درخت بسته که با من کار داری خاطر هفته کلم پل میشیزه میگم تو میداری من ندارم حالا که من مودارم تو میداری من ندارم حالا که من مودارم تو نداری گپ مفت لیبله خود از این سرکله چی میزنی تو با خل سرکله خوبی داری که به خسور مجفنگ میگی خسور تو کی نه خسور ما مامان نوروز نمیشناسی گردن همه بند باشه روز اون نای اگه بوده خسور تو بشناسم نای نفته کنه بیری تو نکم تا چرا خب مردم تعقله میگرده روز اون نای هر که بگفتم مثل تو میت دیونه سرگیه ایسا خسوری داری تو خسور محمود درشی کرده کاینک زده دوستا روز مثل حضران آمده امونه همون کچکولا دیونه روی ده به دست چویده همون کچکولا رو بگی کلاه با او کجا نه او چیز قیافی بگن کچکولایه کلا نداره ایسا برابره خسور کچکولا دومادم نای نای خود تو چی؟ دمی به کجیر میگونه نه کجیر زفت میکنه یک میده کجیر بخول خیلی میشه عقیق کشیده میگم مرد از این گپار یلا کرد از این گپار به من نزن اگر دوباره ان دوستم مای شاید خسور میم اینجا باشه چون من پینکسی هایم اگر دوباره خسور ما گفته که می سرکل ده 12 رنگ سرقی و ما جفنگ یا تبرقه گفته ای تا تو را نون دوخ پرز میده من گیلک دیونه زنده باشی بفهمیدی بده بله چرا میزنی به تسرمه به تشوناتو زدم من بیدیستیست دارم
چه؟ بیدیستیست بیدیستیست با چی؟ همین که هر که به تا سرم چپات بزنه تا به یک ما سرغیم اصلا کسی به تا سر تو چپات که چی کل تا سر دو دست کشون تو سرغی. دکتر گفته بیدیستیست داری تو. برو صحیحه برو. دکتر هم مثل تو میتو چی سرغی بیده برو. حضور تو نمیشه بیایی این باجی به ایستاد کنی. یاری بیعقلی. تو بیعقلی خودی. یاری بیعقلی. مرتکر از ایران ری کردن که بیای شری میگی چیزه؟ ری نکردم ردمرد شده ری کی کردم. میخوان ردمرد شده؟ تو این دفعه با که یک کلمی بگو. کجیر که میگه شو همه منه. شو همه کجیره؟ اصلا خودی کجیر نه ارتباط نه قومی نه خیشتری چی نداره. گپ مفت او هم مثل که تبرقه گفته بده. شو همه منه. برو گپ مفت نزدی برو.